هیچ وقت متنفر نشید از کسی که یه روزی عاشقش بودید یا دوستش داشتید. چرا؟ به دو دلیل. یکی این که شما یه روزی اون فرد رو دوست داشتید و اونم شما رو دوست داشته و یه تبادل انرژی برقرار شده، یه انرژی بین شما دوتا وجود داشته که ممکنه هنوز هم اون انرژی کم و بیش وجود داشته باشه. شاید از طرف تو نه، ولی از طرف اون شاید. و زمانی که تو انرژی منفی، اتفاقات بد، خواسته های منفی برای اون شخص میخوای، به خود تو هم میخوره. و یه دلیل دیگه‌ش این که اون شخص یه روزی عزیز شما، عشق شما و انتخاب و تصمیم شما بوده و برگزیده طبیعت بوده که به زندگی شما وارد بشه تا اتفاقاتی که لازمه، درس‌هایی که لازمه رو به شما بده. و اگه اون شخص وارد زندگی شما نشده بود، اون تجربه‌ای که الان شما دارین و اون قدرتی که الان شما دارین نبود. پس این شخص از طرف طبیعت برای تو فرستاده شده و به همین دلیل نباید از اون متنفر بشی. همه ما توی رابطه‌ای بودیم که شاید نتونستیم کامل باشیم یا نتونستیم چیزی که طرف مقابل میخواد رو ارائه بدیم و مسلما نمیخوان. وقتی که اون شخص از ما جدا میشه، برای ما انرژی های منفی، نفرین و خواسته های بد و منفی بتراشه. پس خودمون همین کارو بکنیم در قبال دیگران. وقتی که زندگی خوبه، شاد باش و برقص. وقتی که زندگی بده، درست رو بگیر و تشکر کن.